سلام به عاشقان آشپزی، علاقه‌مندان به عطر و طعم و مزه. خیلی خوش اومدید به یک دیگه از سری برنامه‌های خودتون آشپزی با شف. امروز اومدیم با هم دیگه غذای خیلی خوشمزه و محلی درست کنیم. همونطوری که میدونید امروز می‌خوایم با هم دیگه فلافل درست کنیم، ولی نه هر فلافلی. می‌خوایم با هم دیگه فلافل آبادانی درست کنیم، همونی که دلا رو میبره و زبونا رو میسوزونه. برو بریم. خب برگشتیم مواد اولیه رو خدمتتون معرفی کنم. مواد اولیه چندانی که نداره، ولی ماده اصلیش نخوده. فکر کنم تو تصویر نمیفته. تو این ظرف من 400 گرم نخود خوابوندم توی آب، حداقل 24 ساعت بعد تو آب بخوابه، قشنگ بادش گرفته بشه. بعداً منو فوش ندید که اتفاقایی براتون میفته، باید بادش رو بگیرید. برای مجلسی تر شدنش از مخلوط جعفری و گیشنیز استفاده میکنم و آرد نخودچی. چیزی که خیلی مهمه در طعم فلافل جدا از پختش، ادویه هایی که داخلش هست و اگه میخواید خوشمزه باشه واقعا پر از ادویهش کنید. من اینجا گرم ماسالا دارم، ادویه کاری دارم، ادویه تندوری دارم، فلفل قرمز و فلفل سیاه، زردچوبه و نمک دارم. مقدار زردچوبه و فلفل قرمز از همه کمتره، نصف بقیه است. و یه چیز دیگه هم اینجا تخم گیشنیز دارم که میکوبمش و اضافهش میکنم. چیز دیگه ای نداره، همه رو تو غذاساز درست میکنیم و شکل میدیم و سرخ میکنیم. خیلی کار نداره. برو بریم. خب بریم که کار شروع کنیم. یه غذاساز بردارید، میام نخودا رو با پیمونه توش اضافه میکنم. چرا؟ چون آب نخود رو میخوام، بعدا میخوام اضافه کنم بهش و به اون غلظتی که میخوام برسم. اول به تنهایی میذاریم تا خوب بشه فلافلمون، نخودمون. من برای اینکه این صدا اذیتتون نکنه یه آهنگ دیگه میذارم روش. یه لیستک دم دستتون باشه، مرتب باید اینا رو یه هم بزنید تا همشون یه دست خورد بشن. خب بعد اینکه نخودامون قشنگ ریز شد، میایم سراغ بقیه چیزا. سبزیجاتمون رو اضافه میکنیم، ولی سعی کنید این ساقه درشت‌ها رو ازش جدا کنید، دیگه میره توی فلافل و بد میشه. ادویه ها رو اضافه میکنیم، تخم گیشنیز رو میکنیم، و در آخرم آرد نخودچی. آرد نخودچی هم نگاه کنید ببینید اگه نگرفت هی اضافه کنید، بعد دیگه اون بافت منسجم رو پیدا کنه. خب دارم به این پی میبرم که این غذاساز برای حجم ما کمه. خب در کمال ناباوری متوجه شدیم که هر جفتشون برای مقدار ما کوچیکه و بعد نصفشون تو این بریزیم، نصفش رو توی اون یکی. حالا نوبت این که باشه نوبت طعم دهنده‌های اصلی، یعنی سیر و پیاز. یه دونه واسه کلش کافیه، من یه دونه داخل این میریزم، یکی هم داخل این یکی. چهار تا حب سیر دارم، دو تاشو توی میندازم، دو تاشو توی این. برو بریم.
خب حالا از تو این در بیاریم میتونم تو اینم باید یه مقدار از آب نخود میریزیم داخلش که هم طعم بگیره هم غلظتی که میخوایم او بهمون بده. دقیقا همون بافتی که دنبالش بودیم و به ما داد. خب یه ظرف میاریم این مواد فلافل مایه فلافل رو میریزیم داخلش و در آخر برای مجلسی تر شدنش از کنجد سفید استفاده میکنیم. قشنگ همه جاش میریزیم. فلافل برای اینکه طعم‌ها قشنگ ترکیب بشه و یه انسجامی به خودش بگیره مایه فلافل باید استراحت کنه. پس ما یه مشمع میکشیم روی ظرفمون و حدود یه حداقل 3 ساعت میذاریم توی یخچال استراحت کنه. بعد از اون روغن داغ باید آماده کنیم و سرخ کنیم. همین دیگه کاری نداره. برو بریم. نم از این بره توی یخچال. خب خسته نباشید. اینم از فلافل اصل آبادان. من با اجازهتون یه تست میکنم. عالی شده بود. یعنی از این به بعد خودتون دیگه تو خونه درست کنید. هرچی هم دوست دارید توش بزنید خیلی باحال میشه. محض یادآوری خدمتتون عرض کنم اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان میتونید سابسکرایب کنید و اگه مشخصا از این ویدیو لذت بردین لایک رو بزنید که ویدیوهای دیگر هم از دست ندید. تا برنامه دیگه که برگردیم پیشتون یه غذای خوشمزه دیگه درست کنیم. خدایا رو نگهدارتون.